یه خاطره بگم از اوایل اون دورانی که من داشتم تازه یاد می‌گرفتم که انگلیسی اصیل یعنی چی. من وقتی که مدرسه بودم فکر می‌کردم که خب انگلیسی من الان عالی هستش و هیچ مشکلی ندارم، حرفه‌ای هستم، چون همیشه بالاترین نمره زبان رو داشتم و غافل از این که مدرسه بیشتر روی حالا گرامر و مثلا سوالی کنید منفی کنید تست بدید بیشتر روی کتاب بود، تمرکز روی کتاب بود و منم خب درسمو می‌خوندم و همیشه بالاترین نمره رو داشتم و همیشه از معلمان زبان فیدبک خوب می‌گرفتم. ولی وقتی که وارد رشته زبان شدم، وارد دانشگاه شدم، فهمیدم که من اصلا هیچی بلد نیستم و همش هم پوز میدادم. یادم یکی از اساتید گفت که خب خانم جعفری الان شما مثلا میخوای شروع کنی به آموزش زبان، برام یکم حرف بزن. گفتم من زبانم خیلی خوبه و همیشه هم بالاترین نمره رو داشتم توی مدرسه. گفت خب باشه بیا یکم با هم مکالمه کنیم. شروع کرد به حرف زدن. فکر کنم استاد بریزاده بود اگه اشتباه نکنم. خیلی استاد خوبی بود. شروع کرد به صحبت کردن، انگلیسی حرف میزد و من ما تو محمود نگاه بهش میکردم. اصلا متوجه نمیشدم چی میگه. بعد گفت پس چرا اومدی این رشته؟ تو که اصلا متوجه نمیشی من چی میگم. پس چجوری میگی بالاترین نمره رو همیشه داشتم؟ و من هم تا اونجا بود که دورزاریم افتاد و متوجه شدم که کجای کارم و اگه بخوام وارد این حوزه بشم باید خیلی تلاش کنم و خیلی خودم رو به بالا بکشونم. این بود که شروع کردم به زبانکده رفتن. یه دوره فشرده انتخاب کردم و رفتم اونجا. شروع کردم به فشرده خوندن، یعنی شب تا صبح من بیدار میموندم تمرین میکردم و اون موقع یادمه یکی از داییام رو از دست داده بودم، تازه یک هفته بود که از دستش دادم. یعنی من رفتم کلاس یک هفته خدا اونجا. بیامرزه. آره سرطان داشتن داییم 6 ماه بیشتر طول نکشید، سریع بیچاره اصلا همه بدنشو گرفت رحمت و کنه. فوت کردن. آره خدا رحمتش کنه، خیلی دوستش داشتم، مثل یه پدر بود برام. و یه هفته من رفتم کلاس زبان، دایم فوت شد. بعد گفتن که ادامه ندم و خیلی حالم بد بود و اینا. گفتم ببین شما وارد این مسیر شدی. همیشه با خودم حرف می‌زدم، چون همیشه اون درسایی که پدرم بهمون میداد، حرفایی که باهامون میزد رو تو ذهنم بود که میگفت زندگی جنگه و اگه نزنی میزنن تو، باید بجنگی، باید ادامه بدی. همیشه این حرفا رو بهمون میزد و همیشه میگن مثلا اون چیزایی که به بچه‌هاتون میگی همیشه تو ذهنشون میمونه. الان دقت کردی که آقا ابوالفضل قاضی، اون چیزایی که پدر مادر به بچه میگن تو ذهنشون میمونه و اینها تا ابد با خودشون همراه دارن. و من همین گفتم خب شما الان وارد این مسیر شدی که بعد ادامه بدی، نمیشه برگردی. حالا هر طور شدی وارد این مسیر شدی، اگر که جا بزنی که عقب میمونی. خب اگر بخواستم مثل خیلی از افراد دیگه که با کوچکترین مشکل، با کوچکترین حالا غمی خودشون رو رها میکنن و همه چی رو رها میکنن، زندگی ادامه داره، ما بعد ادامه بدیم. و بعد از یک هفته دوباره شروع کردم به کلاس رفتن. توی دوران تابستون که دانشگاه نداشتم تونستم خودم به یه جایی برسونم که لااقل بفهمم استادا چی میگن، چون اساتید همش انگلیسی حرف می‌زدن، جزوه هم نمیدادن و میگفتن که خب حالا ما حرف میزنیم شما باید بنویسید و همینا رو هم سر آزمون ازتون امتحان میگیریم. شما می‌خواستید قبل از اینکه وارد دانشگاه بشید خودتون رو برای این رشته آماده کنید. همیشه همین رو بهمون میگفتن. بعد تمسخرم می‌کردن اگر کسی ایراد تلفظی یا گرامری داشت، تمسخر می‌کردن، میگفتن الان دیگه اینجا جای این چیزا نیست. بعضی‌هاشون حالا مثلا اگر 20 تا مثلا استاد داشتیم، دو تاشون مثلا کمک می‌کردن، ولی بقیه نه، براشون مهم نبود. گفتن شما دانشجویی، بعد خودتون رو قبلا آماده می‌کردید که وارد این حوزه بشید. خب پس من چیکار کردم؟ خودم به یه جایی رسوندم که متوجه بشم استادا چی میگن و بنویسم، جزوه تولید کنم، خودم از خودم جزوه بنویسم با استفاده از اون چیزایی که استادا میگفتن. یه واکمن گرفتم و صدای اساتید رو ضبط می‌کردم، مینوشتم. خب هر چی میگفتم مینوشتم، تبدیل به جزوه می‌کردم، میدادم بچه‌ها. بعد توی این وارد این مسیر که شدم، یه جاهایی مثلا اون معلم زبان کردم تلفظا رو اشتباه میگفت. بعد یکی از اساتید خدا خیرش بده، خیلی مرد بزرگواری بود، متوجه شد که من اینجایی که دارم میرم کلاس یه سری چیزا رو اشتباه به من یاد دادن و منم خیلی مطمئن بودم. گفتم نه درسته استاد، من اینو استاد زبان کرده بهم گفته، مثلا این تلفظ رو ایشون گفتن و این نکته گرامری رو مثلا ایشون گفتن. گفت خب ببین خانم جعفری، من قبول دارم حرف شما رو، الان شما به یه نفر اعتماد کردی و وارد اون مسیر شدی و الان هر چی که اون میگه فکر می‌کنید خدای اون کاره، در صورتی که نه. شما یه دیکشنری تلفظ بگیر. اون موقع سیدی بود، سیدی نارسیس بود، خریدم و دیدم واقعا تلفظها متفاوته. مثلا همین ریس واچ که میشه ساعت مچی، اون گفت مثلا میگفت ورس واچ. بعد من میگفتم خدایا من اشتباه میشنوم یا این داره اشتباه میگه. اصلا شک داشتم، همیشه شک داشتم. بعد وقتی که شنیدم که داره میگه ریس واچ، یادم افتاد به اون نکته که وقتی دبلیو و آر با هم دیگه باشن اصلا ما دبلیو رو نمی‌کنیم، مثل رایت. و از اون موقع به بعد دیگه به خودم قول دادم که به هر کسی اعتماد نکنم، حتی اگر استاد دانشگاه باشه، حتی اگر استاد زبان کرده باشه، و باید خودم برم دنبالش و انگلیسی صحیح رو یاد بگیرم. الانم به شما توصیه میکنم هرگز، با اینکه من خیلی دقت میکنم سر نوع تلفظم، ولی یک نیتیو نمیتونم بشم. ببینید هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که یک نیتیو 100%. حتما قبل از اینکه بخواید تمریناتتون رو ارائه بدید، از اون سایتی که معرفی کردم و اون رباتی که معرفی کردم، تمرینات و تلفظها رو چک کنید
و اینجا ارائه بدید. متکی نباشید به تلفظ هیچ استادی. شما باید یاد بگیرید که خارجی‌ها چی میگن. باید عادت کنه گوشتون به شنیدن حرف‌های خارجی‌ها و متوجه شدن تلفظ اونها. خب نه تلفظ من. شما باید متوجه شید که اونها چی میگن. پس به هیچ عنوان متکی نباشید به یک تلفظ خاص. همیشه یکی رو در نظر بگیرید. حالا همه اینها رو گفتیم که ما الان این کانالی که تشکیل دادیم کانال منحصر مکالمه و با فیلم هستش، به خاطر این هست و خودم هم هیچ اصلا دخالت نمی‌کنم توی این حوزه که بیام و جلوی دوربین فعلا که هنوز به اون مرحله نرسیده. چرا من این کار نکردم؟ چرا خودم توضیح نمیدم؟ چون میخوام دانشجو از اول گوشش به شنیدن صدای اصیل نیتیو ها عادت کنه. اون زبان واقعا نیتیو رو 100% نیتیو رو متوجه بشه، نه تلفظ من خانم جعفری رو. خب پس امیدوارم که این نکته‌ای که گفتم براتون مفید باشه. بریم سراغ تحلیل اون کلیپی که قبلا براتون توضیح دادیم. من شیر اسکرین رو میزنم و بریم سراغ ادامه اون کلیپ. بچه‌ها هر قالبی که من بهتون میگم سر کلاس و نقطه‌چین براش میذارم باید باهاش جمله سازی کنید، نه فقط یک دونه، با همشون. و اون چیزایی که ما میگیم بچه‌ها واقعا مهم و پرکاربرد هستن و توسط نیتیو ها گفته میشن. به خاطر چی من خیلی روی کتاب چیز نمی‌کنم؟ حالا ما کتابم خوبه ها، اون تو کتابایی که موجود هست توی بازار، ولی به شرط اینکه وایسش هم باشه و شما اونو از زبان یک نیتیو بشنوید.